وقتی نوبت به تماشای فیلم و سریال برسه ما عموما دو تا دسته آدم داریم. یه سری آدما براشون مهمه که فیلم و سریالی که دارن میبینن اسپویل نشه، حالا فیلمی که قصد دارن ببینن یا فیلمی که وسطشن، فیلم و سریال. و این خیلی رو مخشون میره که یه وقت اسپویل بشه و آخرش رو بدونن که چی میشه و دیگه لذت دیدن اون فیلم یا سریال از بین بره براشون. ولی خب یه دسته دیگه هم آدما داریم که براشون مهم نیست اسپویل بشه و چه بسا دوست دارن که اسپویل بشه براشون و دوست دارن از قبل بدونن فیلم و سریاله چجوری شروع میشه، چجوری ادامه پیدا میکنه، چجوری حتی تموم میشه و بعد از اینکه کاملا فهمیدن چجوریه و کل داستان و زیر و بمش رو فهمیدن میشینن و میبینن. و اینجوری نیست که حالا که فهمیدیم چی میشه، همه کاراکترها رو شناختیم، همه داستان رو فهمیدیم، دیگه لذتش برامون کمتر بشه. نه، با اینکه داستان رو فهمیدن همچنان براشون لذت بخش دیدن اون اثر. از طرفی من خودم خب دسته اول رو منطقی میدونم کارشونو، چون خودم هم طبیعتا از اونجایی که این پشت رو میتونید ببینید خوره فیلم و سریالم و دوست دارم که خودم ببینم که داستان چی میشه، کاراکترها کیان، اون مسیر رو از اول تا آخر با قضیه برم. ولی همزمان که خودم دوست دارم این مسیر رو و اسپویل شدن رو اصلا دوست ندارم، ولی اسپویل کردن رو دوست دارم. البته آدم سمی نیستم که یهویی بخوام یه چیزی رو اسپویل بکنم واسه کسی و خرابش بکنم، چون خودم میدونم که این چقدر رو مخه. واسه همین این کارو واسه کسی انجام نمیدم، مگر اینکه توی دسته دوم باشه و خودش به هم بگه که دوست دارم اسپویل کنی و توضیح بدی. و وقتی که اینو میگه من از خدامه که بشینم و اون اثر رو، اون فیلم و اون سریال رو اسپویل کنم و کامل قشنگ توضیحش بدم. این خیلی حس خوبی بهم میده. حالا این کانال رو زدم و دوست دارم که از این به بعد فیلم و سریالایی که میبینم و بیام باهاتون به اشتراک بذارم. یه بخشی رو میتونم اختصاص بدم و احتمالا میدم که یه خلاصه، یه کلیتی از اون اثر بهتون میدم که اگر حالا دوست نداشتید که اسپویل بشه حداقل اون بخش رو بتونید ببینید که ببینید ترغیب میشید اونو ببینید یا نه. اما واسه اون دسته دوم که دوست دارن اسپویل بشه ادامه کار رو میتونن ببینن و اون چیزی که من دیدم رو کامل میتونم براتون اسپویل کنم. حالا یا اگه دوست داشتید اسپویل بشید بعد اون اثر رو ببینید، من اینجام. اگه دوست داشتید که اسپویل بشید و دیگه حوصله دیدن اون فیلم سریال رو ندارید، بیشتر ترجیح میدید که داستان رو تو 10 دقیقه یه رو متوجه شید و دیگه وقت نذارید واسه اون فیلم و سریال، بازم میتونید از این اسپویل شدن لذت ببرید. و در نهایت نظر خودم هم راجع به حالا اون سریال، اون قسمتی که دارم توضیح میدم یا اون فیلمی که دارم توضیح میدم و طبیعتا بهتون میگم که چقدر ارزش دیدن داره، نمراتش به چه شکل بوده، تمام جزئیاتی که لازم که بدونید از اون اثر، فیلم یا سریال، بازیگراش، کارگردانش، هر چیزی که لازمه رو من بهتون میگم. خب حالا طبق تجربه‌ای که دارم که آثار معروف زیادی دیدم، البته که خودم اصلا نمیتونم کارشناس بدونم توی این حوزه، صرفا خوره فیلم و سریالم و دوست دارم که هی ببینم چیزای جدید، ببینم سریالای جدید، فیلمای جدید و صرفا میتونم نظرمو بدم که چقدر اون اثر ارزش دیدن داشته که من وقتم گذاشتم و دیدم و شما میتونید ببینید. حرف دیگه ای ندارم، امیدوارم که خوش بگذره تو این مسیر بهمون.